پروردگارا ای الله، در ابتدای دعا از تو تشکر میکنیم از صمیم قلب. همه ما شکرگزار تو هستیم، ممنون و سپاسگزار توییم یا الله. لک الحمد یا الله، لک الشکر یا الله که ما را زنده نگه داشتی، که یک رمضان دیگری رو، یک بار دیگر این ضیافت تو رو، یک بار دیگر بر سر سفره رحمات تو بنشینیم. پروردگارا از صمیم قلب از تو تشکر میکنیم. پروردگارا یا الله یا الله، لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک و لعظیم سلطانک. پروردگارا ما را توفیق حضور بر سر این سفره را عنایت کردی. پروردگارا بعد از شکر از تو یک خواسته داریم. پروردگارا شب اول هست، لحظات اول ورود ما در این ماه مبارک رمضان است. بعضی از مسلمان ها شب دومشون هست. به هر حال رمضان شروع شده و ما در تلیه این ماه هستیم. پروردگارا به لطف و کرم خودت ای الله از سر تقصیرات ما بگذر. همین امشب، همین ابتدا، اگر ما چرکی داریم ای الله، گناه و معصیتی داریم که داریم، آلوده ایم، کبر و غرور و حسد و نخوت و ای الله دروغ و معاصی و گناهان آغشته ایم. ای الله اونقدر گناه کردیم که گاهن شاید روی ما هم نمیشد که سر سفره تو حاضر بشیم. اگر گناه ها بو می داشت، اگر گناهان رنگ می داشت، شاید ما به خونه برادر ما، به خونه خودمون هم جرأت نمی کردیم بریم. ای الله اینک با این بار گناه آمدیم، اینو به گستاخی ما حساب نکن. پروردگارا یک دلیل باعث شد که ما چرکین بیاییم. ای الله آلوده بیاییم، پر گرد و خاک بیاییم، پر از معصیت بیاییم، چون شنیدیم ماه مبارک رمضان است. ای الله تو میزبانی، ای الله ما مهمانان توییم. هیچ میزبانی به مهمانش به احترامی نمی کند. ای الله چه برسد به ذات ذوالجلال تو ای کریم، که تو کریمی، تو ستاری، تو غفاری. درسته ما روسیاهی، درسته ما گناهکاریم، درسته رومون نمیشه یا الله. 11 ما آلوده کردیم خدا ما رو، 11 ما از تو غافل بودیم. پروردگارا تو قطعا نمیگی چه مهمانان پر رویی. 11 ماه دور بودن تا شنیدن این ماه ضیافت بلند شده سر سفره من اومدن، تو این حرفو نمیزنی؟ چون تو خودت فرمودی من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. از زبان پیامبرت این حدیث نازل شده و گفته شده هر کسی که رمضان رو روزه بگیرد خالصانه و قیام کند، گناهان گذشته است من به پلشتی و زشتی و معاصی و نگاه نمی کنم. پروردگارا تو را به عظمتت نگاه نکن، به معاصی ما به عفو و کرم خودت بنگر و امشب همه ما را با این اشک چشمان ما بشوی. پروردگارا با این آبیدگان ما را بشور. ما نادمیم، ما پشیمانیم. پروردگارا تو را به عظمت خودت دست رد به سینه ما نزن. پروردگارا گناهان امت زیاد شده، گناهان بسیار زیاد شده. من نمیدونم کدوم گناه ما اونقدر بزرگ بوده که پروردگارا تو در ماه ضیافت و ماه مهمانی خودت در خانه های خودت رو به روی بندگان بسته یا رب. خدایا در طول تاریخ اسلام بی سابقه بوده است که در ماه مهمانی سر سفره ضیافت دعوت کنی ولی در خانه رو ببندی. خدایا کدام این گناه ما نمیدانیم، ولی اینو میدانیم که آثار گناهان ماست که تو دروازه خانه‌ات، مساجدت ای الله تراویح خوانده نمیشود. پروردگارا تلاوت در مساجد تعطیل شده. این کدامین گناه ماست؟ از ماست قبول داریم یا الله. پروردگارا این بیماری و این ویروس رو تو فرستادی. این لشکری از لشکریان توست، یک ویروس کوچک بی‌وزن که با چشم مسلح هم دیده نمی شود. پروردگارا اینو چنان بر امت مسلط کردی که همه خانه نشین شدن.
پدر از پسر فرار میکنه، مادر پسرش رو با آغوش نمیگیرد. پروردگارا اگر کسانی قیامت رو انکار میکردن، پروردگارا تو نمونه ای از قیامت رو نشون دادی که هر کس در سر خانه خودش نوشته از پذیرایی برادر و خواهر و فرزند معذوریم. پروردگارا این چه بلایی است خدایا. اندیشمندان موندن، پزشکان موندن، متخصصین موندن، علم بشری رنگ باخته است پروردگارا، ولی ما میدانیم به ذات تو قسم که فقط با یک اشاره تو، با یک گوشه چشم تو، با یک دستور تو، انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. پروردگارا خودت این ویروس را از سر جامعه انسانی دور بفرما. پروردگارا مسلمانان را از این بیشتر غریب نکن خدایا، از این بیشتر داغ فراق مسجد رو بر دل مسلمانان نشون. من میدونم شاید میخواستی گوش کسانی رو بگیری که ماها مسجد کنار خونشون بود به مسجد نرفتن، از مؤذن استقبال نکردن. پروردگارا میدونم این جریان بود، گفتی که باشه شما رو در ماه مهمانی از مسجد محروم کنم تا 11 ماه قدر مسجد رو بدانید. پروردگارا ما ضعیفیم خدایا، اشتباه کردیم. پروردگارا به حال زنده های ما رحم بفرما، مسجد رو نتونن، داغ مسجد رو تا کی تحمل کنن. پروردگارا به حال مرده های ما رحم بفرما. ای الله مرده های ما بی جنازه دفن میشن، بی جنازه، بی غسل بعضی جاها. پروردگارا انسان دلش کباب میشه، میت فرزندش نمیتونه رو تو قبر بذاره، خانوادش نمیتونن بر اون جنازه بگذارن. پروردگارا تو را به عظمتت ما را از این نوع ای الله دفن شدن خودت حفاظت بفرما. پروردگارا مرده ها و اموات ما را ببخش و بیامرز. پروردگارا ما را خودت از این ویروس مسون بگردان. اونهایی گرفتار شدن شفای عاجل عنایت بفرما. اونهایی هم که توسط این ویروس از دنیا رفتن پروردگارا جزو شهدا قرار بده. پروردگارا مریضان رو شفای عاجل عنایت بفرما. ای الله یک دعای ویژه‌ای برای اموات داریم، تو رو به عظمتت ای الله امشب روح پدران ما، مادران ما، عزیزان ما، برادران ما، آیی که از دست دادیم و مردند، امشب چشم انتظارند فرزندشون چه میکنند، برادرشون چه میکنند. پروردگارا نور به قبرشان ببار. پروردگارا برکاتت را بر قبر اونها سرازیر بفرما. پروردگارا جوانهای ما را حفاظت بفرما.